به نام خدا شروع میکنیم. اولین دوره آموزشی وبسایت digiturk.com و وبسایت ما هنوز راه اندازی نشده ولی خب به زودی راه اندازی میشه. مرجعی هم که باهاش در ارتباطی با هم دیگه کانال تلگراممونه. دوره آموزشی به صورت ویدیو و داخل کانال یوتیوب قرار میگیره. بنده کرمی هستم، مدرس این دوره. تیم 2 نفره داریم که این دوره ها رو تهیه میکنیم برای شما. خودم دسترس سابقه مالی دارم، در حال حاضر مسئول بودجه و بایت شده یکی از شرکت‌های قطع سازی خودرو هم. مهم نیست البته اینا، خیلی این نکته مهمه که این دوره آموزشی به درد شما بخوره و کارآمد باشه، بتونید باهاش ارتباط برقرار کنید. بعد اینکه نیت ما اینه که این دوره آموزشی کاملا رایگان به دست شما برسه، کاملا با کمترین هزینه باشه و این بستگی به حمایت‌های شما، ارتباط مستقیم با حمایت‌های شما داره. امیدوارم که این اتفاق بیفته. بریم شروع کنیم. اولین دوره آموزشیمون دوره حسابداری پایه است. خلاصه ای از اصول 1 و 2 رو با هم پیش میبریم. بعد اینکه بیشتر ویژه بازار کار، اما ما یه سری مثال ها هم آوردیم، راست 4 تا 5 تا مثال هم آوردیم، حل کردیم که به درد بچهای دانشگاه و بچه‌هایی که برای تحصیل میخونن هم به درد اونها هم بخوره. این فهرستیه که با هم دیگه مرورش میکنیم، جلو میریم، توضیح میدیم، مثال میزنیم و قراره که یاد بگیریم با هم دیگه. اصلی که توی این دوره‌های آموزشی داریم و نیت بر اونه همون اصل پارتو یا پریتو هم میگن، تلفظ دقیقش رو نمیدونم، همون قانون 80-20. یعنی این قانون میگه که 80% نتیجه ها از 20% اعمال ما حاصل میشه. یعنی اون 20% اعمال مهمی که ما انجام میدیم باعث نتیجه 80% میشه. ما نیتمون بر اینه، ما میخوایم بریم سمت چیزهای مهم، وقتمون رو سمت چیزایی که اهمیت کمی دارن تلف نکنیم و مهمترین نکات رو راجبش صحبت کنیم و آموزش بدیم و با هم دیگه پیش بریم. خب بریم جلو. تعریف حسابداری سیستمیه که داده‌های مربوط به فعالیت‌های واحد تجاری دریافت و اندازه‌گیری پردازش میکنه و گزارش میده به کی؟ به تصمیم گیرندگان. بهش زبان تجارت هم گفته میشه. نقش حسابداران و وظیفه. حسابداری قلب تپنده هر واحد اقتصادی. از بیشتر توی مملکت ما حکم کلیه و کبد و صافی رو داره تا اینکه قلب تپنده باشه. مهمترین وظیفه حسابدار پردازش، ثبت رویدادهای مالی، ارائه گزارش مالی. ما 4 تا مفروضات داریم، 4 تا اصل حسابداری. اینا رو سعی کنید متوجهش بشید، درکش کنید، حفظ نه، درکش کنید، یاد بگیریدش. توی مصاحبه گهگداری میپرسن اینا رو. مفروضات 4 تا فرض داریم: فرض تفکیک شخصیت، فرض تداوم فعالیت، فرض ثبات واحد پولی یا واحد اندازه‌گیریمون، فرض دوره مالی. خب اینا چی یعنی چی؟ فرض تفکیک شخصیت: آقا شما شخصیت حقوقی ایجاد کردی، اون شخصیت حقوقی جداگانه از مالکینیه که اون شخصیت حقوقی رو ایجاد کردن. یکی از مفروضات اصلی حسابداری. فرض تداوم فعالیت: شما گزارشات و حسابداری تو بر این مبنا انجام میدی که واحد تجاری برای مدت زمان مدیدی در آینده به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. فرض ثبات واحد پولی یعنی که آقا ما فرض بر این میذاریم که قدرت خرید ریال ثابته، واحد اندازه‌گیریمون هم ریاله، توی ایران ریاله و این ممکنه در اقتصادی که دچار تورم باشه مشکل ساز بشه. فرض دوره مالی: ما هر وقت میخوایم گزارشی ارائه بدیم به اداره دارایی، صورت مالی تهیه کنیم، با فرض دوره مالی این کار انجام میدیم. میگیم آقا دوره مالی تا پایان 29/12/1400 مثلا، یک سال مالی دیگه. 4 تا اصل حسابداری هم داریم: اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق درآمدها و هزینه‌ها، اصل افشا. اصل بهای تمام شده یعنی که آقا همه ثبت‌های شما رو برای ثبت‌های خرید و کلا رویدادها به بهای تمام شده است. اصل تحقق درآمد: شناسایی درآمدها به محض تحقق و هزینه‌ها در زمان تحمل، یعنی به وقوع پیوستن. یعنی شما پیش نمیتونی درآمد شناسایی کنی، پیش نمیتونی هزینه رو شناسایی کنی. اصل تقابل درآمد، تطابق هم میگن، درآمد و هزینه، درآمدها و هزینه‌ها. هزینه‌ها یک دوره در مقابل درآمدهای همان دوره باید شناسایی بشه. این توی استاندارد شماره 9 پیمان‌های بلند مدت، شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های تولیدی که سفارش کار کار میکنن این یه مورد خیلی بولده و باید رعایت بشه. اصل چهارم اصل افشاء: تطابق گزارشات مالی با واقعیت به نحوی که موجب گمراهی نشه. هر 4 تا فرض و 4 تا اصل
درک کنید، یاد بگیرید، خیلی بهتره. خیلی جا میپرسن توی مسابقه. به غیر از اون توی کار باید بدونید که خیلی مهمترین چیزش اینه که این دوتا خیلی کارآمده دیگه. اصل تطابق درآمد است. مؤسسات و تقسیم بندی اون 3 تا داریم: خدمات بازرگانی تولیدی بر اساس نوع فعالیتشون، انفرادی و شرکتی هم داریم. بر اساس هدفشون، با هدف کسب سود، بدون هدف کسب سود مثل خیریه، دولتیه یا غیر دولتی خصوصیه. گفتیم نوع فعالیت میتونه خدماتی باشه، میتونه بازرگانی باشه، میتونه تولیدی باشه. انواع مؤسسات از لحاظ نوع فعالیت که همون شد دیگه: بازرگانی، خدماتی، تولیدی. بازرگانی مثل خرید و فروش کالا، خدماتی مثل ارائه خدمات بانک، آموزشگاه، تعمیرگاه‌ها، خیلی جدی. تولیدی هم فعالیت اینجوری که مواد اولیه میگن تبدیل به محصول میکنن. معادله اساسی حسابداری، اون سر دنیا هم برید همینه، این سر دنیا هم برید همینه. معادله اساسی حسابداری همینه. بیا برای نشان دادن وضعیت مالی از مدل استفاده میشه. معادله حسابداری یک واحد تجاری در حالت کلی به صورت سمت چپ نشان دهنده میزان وجهیه که سراغ گوناگون وارد ایجاد شده. سمت راستمون هم که دارایی باشه بخشای سرمایه‌گذاری و مصرف شده و منافعاتی باشه. کلا خود شما میخوای بری یه بوتیکی بزنی، یه مغازه‌ای بزنی، میگه مثلا من 500 تومن 400 تومن سرمایه دارم، 200 تومن میرم قرض میگیرم از بانک، وام میگیرم، سرجم میشه مثلا 600 تومن 700 تومن. این 600 700 تومن میشه منابع من، یعنی هم دارایی من، میرم باهاش به سمت کسب سود، به سمت فعالیت تجاری. حالا هر فعالیتی میتونه تولیدی باشه، میتونه بازرگانی باشه. دارایی همون خشاب پریه که میخوای به سمت کسب و کارت استفاده کنی ازش. منابع اقتصادی. منابع به صورت کلی میتونه به سمت راست معادله فوق نشان ده منابع اقتصادی. سمت چپ هم ادعای افراد نسبت به اون منابع. یکی کسایی که به ما اعتبار دادن، یعنی بدهی‌های ما. یکی هم سرمایه هم اون مبلغیه که شرکای اون واحد تجاری آوردن دیگه. دارای منابع اقتصادی میشن. مثالش وجوه نقد، ملزومات اداری، موجودی کالا، اساسه، زمین، ماشین‌آلات، ساختمان. خیلی زیاد. این دارایی ها متعلق به 2 دسته است: یا مالکانی که سرمایه آوردن، یا اعتبار دهندگان دیگه، کسایی که به ما وام دادن، پول دادن، اومدن سرمایه‌گذاری کردن تو شرکت ها. بدهی‌ها ادعای بیرونی بوده، معنی تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به افرادی که بیرون از واحد تجاری ان. سرمایه‌داری در این نسبت به دارایی‌های شرکت سرمایه حقوق مالکانه نام داره. زمین نشون میده میزان ادعای مالک مالکین نسبت به دارایی‌های واحد تجاری. حالا یه مثال بزنیم. میگه شرکت الف با سرمایه‌گذاری آقای حکمت و با آورده نقدی انقدر تأسیس شده. آقای حکمت یکی از مؤسسین دیگه، مؤسس شرکت پول آورده. انقدر پول آورده شرکت تأسیس کرد. چه اتفاقی افتاده؟ سرمایه‌اش 2000 تا زیاد شده. دارایی‌هاش هم 2000 تا زیاد شده. بدهی‌ها هیچ تغییری نکرده. معادله بعدی: خرید یک باب ساختمان به مبلغ 400 تا به صورت نقدی. میخوایم ببینیم این رویدادها چه تأثیری به مبادله یا اون فرمول اصلی حسابداری داره، معادله حسابداری داره. خب میگیم آقا یه دونه ساختمان خریدیم 400 تا. اوکی، چه تأثیری داره؟ ساختمان خریدی، ساختمان بهت اضافی شده، پول نقد دادی، پول نقد از جیبت رفته. 400 تا ساختمان اضافی میشه، 400 تا پول نقد از جیبت رفته کم میشه. یعنی 400 تا دارایی اومده، 400 تا دارایی رفته. خنثی. مبادله خرید نسیه موجودی کالا به مبلغ 200,000 ریال توسط شرکت. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ نسیه خریدیم، موجودی کالا جزء دارایی هاست. دارایی ما زیاد میشه، بدهی ما هم زیاد میشه. تأثیرش رو معادله اساسی حساب و چیزی که هست همیشه ترازه. یعنی همیشه مساویه. 2000 تا این ور مساوی 2000 تا اون ور. 400,000 تا مثبت، 400,000 تا منفی، بس میشه 0. این ور 0 هم 0. 200 این ور زیاد شده، 200 این ور مساویه، ترازه. گروه‌های کلی حساب هامون به این شکله. خود دارایی جزء میشه، ریز میشه، میاد پایین. بدهی همینطور، سرمایه همینطور. گروه‌های اصلی: دارایی جاری، غیر جاری. دارایی جاری اونایین که طی یک سال آینده بتونن تبدیل به نقد بشن، مثل نقد بانک، مثل موجودی کالا، مثل حساب‌های دریافتنیمون، طلبامون. حساب‌های دریافتنی همون طلبای شرکته. بدهی‌های جاری، بدهی‌های غیر جاری. زیر شاخه بدهی‌هاست، گروه حسابمون. جا همین تعریف هم برای همینجا داره. یک سال آینده پرداخت بشه، نقداً پرداخت بشه. اینا هم که بلند مدتن دیگه، وامای بلند مدت، وامای 5 ساله، 10 ساله نمیتونه بدهی غیر جاری بشه. حقوق صاحبان سهام متشکل از چند حساب خودش. یکی درآمدهای، یکی بهای تمام شده کالای فروش رفته است که خودش یک نوع هزینه است و هزینه ها. این سال حساب احتمالاً منظور حسابای انتظامی و ایناست.
بریم یه مثال داشته باشیم. گفتیم این سه تا پس زیر شاخه از حقوق صاحبان سهام یا همون سرمایه است، یعنی شالوده اینا، خلاصه اینا، چکیده این سه تا میاد میشه حساب سود و زیان. از سود و زیان میاد تو سود و زیان انباشته، از سود و زیان انباشته میره تو دل سرمایه. یعنی این سه تا تأثیر مستقیم رو سرمایه یا همون حقوق صاحبان سهام داره. میگه شرکت در ازای ارائه خدمات به یکی از مشتریان مبلغ 400 تا وجه نقد به عنوان درآمد دریافت کرده. در اثر این رویداد یک دارایی افزایش پیدا کرده، سرمایه هم نیز افزایش پیدا کرده. به این دلیل است که میگویند شرکت از طریق کسب درآمد رشد پیدا می‌کند. تأثیرش چی شده اینجا؟ درآمد کسب کرده. گفتیم درآمد زیر شاخه و زیر مجموعی از سرمایه است. شما درآمد کسب می‌کنید، سرمایه زیاد میشه دیگه، پولت زیاد میشه. پس دارایی پولمون زیاد شده، از این طرف هم سرمایه‌مون زیاد شده. معادله اساسی حسابداریمون هم برابر ترازه. اگه درآمد نسیه باشه بابت این طلب سندی از طرف مقابل دریافت بشه، مثل چکی چیزی گرفته بشه، دارایی که ایجاد میشه جای وجه نقد چیه؟ حساب‌های دریافتنی، همون اسناد دریافتنی. خودش میشه دریافتی، اسناد دریافتنی میشه. میگه در طول ماه شرکت هزینه‌های زیر پرداخت کرده. اجاره داده 40 تا، حقوق کارکنان داده 60 تا، آب و برق داده 200 تا. تأثیرش چیه؟ سرمایه‌مون کم شده چون هزینه است. هزینه گفتیم زیر مجموعه و زیر شاخه از حقوق صاحبان سهام. سرمایه‌مون کسر شده، دارایی‌هامون هم کسر شده، پولمون رفته. اگه نقد باشه، نسیه هم باشه، باز حتی این نسیه باشه چون هزینه است، بدهی‌هامون اضافه میشه دیگه، میشه 300 تا مثبت 300 تا منفی، میرم که 0 0 0. میگه آقای حکمت بابت تعویض این همون داستان جاری شرکت رو میگه. آقای حکمت بابت تعویض خود شخصی خودش انقدر پرداخت کرده. آقای حکمت مبلغ 150 ریال بابت مصرف شخصی خودش از وجود نقد موجود در شرکت برداشت می‌کنه. ببین دو تا رویداد داریم که شخص سرمایه‌گذار یا مالک که همون سهامدار عمده اومده از حساب‌های شرکت استفاده شخصی کرده. توی تئوری میگه آقا ما یه حسابی داریم تحت عنوان برداشت. اینجا هست ایناش. برداشت. ولی که کاهنده سرمایه حقوق مالکان هستی، اما تو واقعیت ما هیچ وقت سرمایه نمیبریم اینا. تو زیر شاخه حقوق صاحبان سهام برداشت شخصی نمیبریم. میبریم تو بدهی‌های جاری یا دارایی‌های جاری. الان بیشتر توضیح میدم جلوتر بهتون. برداشت‌های شخصی میشه طلب شرکت از شخص سهامدار عمده، از شخص مالک. یعنی اینجا 150 تا نقد شرکت کم میشه، 150 تا طلب شرکت بابت این برداشت شخصی هم اضافه میشه. یعنی حسابای دریافتنیمون 150 تا بیشتر میشه. توی تئوری توی کتاب نوشته آقا برداشت میاد جزء سرمایه، از سرمایه کسب میشه. ولی توی واقعیت به این شکل نیست. تو حساب جاری شرکا گردش میخوره سند میخوره. خب بریم مثال حل کنیم. میگه فرض کنید پریزگار در حوالی منیجر بنگاه معاملات باز کرده، معاملات املاک باز کرده، مؤسسه خودش شایعه گذاشته اسمشو، رویدادش هم اینجوریه. خب بریم اینا رو مثال بزنیم، مثلا حلش کنیم. خب اینجا میگه آقای پرهیزگار برای شروع فعالیت خودش 35,000 تا سرمایه گذاری کرده. پس نقد میشه، اینجا میزنیم حساب، اینجا بستانکار. حتی خب زود باید میرفتیم برای زوده بریم تأثیرش رو معادله اساسی حسابداری به شما بگیم. همین هم خواسته سند زدن آبجو داشت. خب اینجا میشه دارایی، اینجا مساوی میذاریم، اینجا بدهی به علاوه سرمایه. خب آقای پریزگار 35,000 تا سرمایه گذاری کرده، 35,000 تا سرمایه هم اضافه میشه، 35,000 تا سرمایه‌مون هم اینجا دارایی نقد اضافه میشه، سرمایه‌مون هم اضافه میشه. من دیگه فاصله بدم بهش. میگه مبلغ 350,000 تا بابت به امروز انقدر سرعت این سیستم اومده پایین شانس. میگه به مبلغ 350,000 تا بابت ملزومات اداری به صورت نسیه خریداری کرده. ملزومات اداری میشه 350 تا جزء دارایی‌ها. حالا به این جزء راجعش هم صحبت بکنیم. میشه این 350,000 تا بیاد اینجا جزء سرمایه، جزء هزینه بیاد، هزینه بشه مستقیم. حالا زودتر متوجه میشین به طور نسیه. پس بدهیمون هم اضافه شده، بدهیمون هم اضافه شده. میتونیم اینجا تراز بودنش هم چک کنیم. این
منهای این نتیجه 0، این منهای این 0. باید تراز باشه، این ور مساوی با اون ور مساوی باید با هم دیگه تراز باشه. یا پریزادی قطعه زمین خرید 40000 تا نقد تو در آینده کاری برد میشه. 40000 تا داراییمون اضافه شده، نقد خریده باشه، یه دارایی دیگه‌مون کم میشه، یه داراییمون زیاد میشه. 40000 تا زمین اضافه شده، 40000 تا وجه نقدمون کم شده. الان می‌ریم منفیش می‌کنیم. 40000 تا وجه نقدمون منفی شده. خب بعدی آقای پریزو برای یکی از مشتریان خدماتی رو انجام داده، از این بابت اینقدر دریافت کرده، درآمد کسب کرده، خدمات ارائه داده. خب اصلا نقدمون چند تا است؟ 1000 تا. نقدمون 1000 تا اضافی شده، داراییمون زیاد شده. درآمدمون که زیر شاخه و زیر مجموعه ای از سرمایه است 1000 تا زیاد شده. باز تعادل ترازه برقراره. بعدی آقای پرهیزگار مبلغ 1000 تا از حساب شخصی خودش برای سفر شخصیش صرف کرده. چند تا؟ 1000 تا. 1000 تا از نقدمون رفته، 1000 تا هم برداشت کرده. توی دنیای واقعی، توی همه شرکت‌های خصوصی که میری حسابش انجام میدی، 1000 تا میاد اینجا جزء حساب‌های دریافتنی، سایر حساب‌های دریافتنی جاری شرکا میاد. توی تئوری میگه برداشت، ما هم میگیم برداشت. میگه وی مبلغ 200 بابت اجاره دفتر، 100 تا بابت آب و برق پرداخت کرد. سرجم 300 تا پول بابت هزینه داده. هزینه و درآمد زیر مجموعه سرمایه 300 تا منفی، چون هزینه کرده دیگه، سرمایه ما کم شده. 300 تا داراییمون هم رفته، اینم منفی. یکم خوشگلش کنیم. خب 300 تا میگه مؤسسه مقداری ملزومات اداری برای تمام شده انقدر جا به همین موقع مؤسسه دیگری فروخته. خب چند تا؟ 150 تا نقد ما اضافی میشه، 150 تا ملزوماتی که فروختیم منفی 150 تا داراییمون رفته، 150 تا داراییمون اضافی شده. این تأثیر این مبادلات بر معادله حسابداری بود. یه چیزی رو پیش بریم یا ندیم؟ به حساب تی جلوه میگیم، بذار با هم دیگه یواش بریم با همین جزئیه بریم. موضوع تعریفی از حسابات داریم. حساب از اولین ادعات حسابداری جزئیات تغییر در یک دارایی، بدهی یا سرمایه در طی یک دوره زمانی نشون میده. دارایی‌های واحد تجاری، منافع اقتصادی، دارای منافع آتی. یعنی آقا ما منابع رو جمع می‌کنیم که چی؟ که برای ما منافع آتی بیاره، برای ما پول بیاره، کش بیاره، مانی بیاره. شما میری یه بوتیک میزنی 500 تومان سرمایه داری، 200 تومان میری وام میگیری که بهش 700 تومان داراییت، بری موجود خالی بخواد بذاری اونجا، میاری که گرونتر بفروشی که منافع آتی برات ایجاد کنه. علاوه بر تجاری از حساب دارایی زیر استفاده می‌کنن. وجود نقد اسناد و حساب‌های دریافتنی طلبای ما. این چکان، این طلبای شفاهی ما. شما جنس می‌فروشی یا چک می‌گیری یا نسیه می‌فروشی، طرف بهت میگه آقا 10 روز دیگه پولش بهت میدم. اونی که میگه 10 روز دیگه پولش بهت میشه حساب‌های دریافتنی. اگه چک بهت داد میشه اسناد دریافتنی. پیش پرداخت هزینه، مثلا یه هزینه قرار باشه، مثلا یه چیزی خراب شده توی واحد تجاری، آقا می‌خوایم تعمیراتچی بیاریم بیاد درست کنه، میگه آقا پول بدم برام قطعه بخرم. شما پیش پول میدی بهش که بره قطعه بخره بیا تعمیراتش انجام بده. تا زمانی که اون تعمیرات انجام نداده، اون مبلغی که ما پرداخت کردیم به عنوان پیش پرداخت و طلب ماه. بدهی‌ها تعهد پرداختنی در آینده باشه. اغلب واحد تجاری از حساب استفاده می‌کنه. اسناد پرداختنی همون عکس اینه. رفتی خرید کردی، اساسه خریدی، ماشین خریدی، ساختمان خریدی، چک دادی به طرف، میشه اسناد پرداختنی. حالا نشفاهن گفتی 10 روز دیگه میارم پولشو بدم، میشه حسابهای پرداختنی. یه سری سایر بدهی ها هم داریم مثل مالیات پرداختنی، بهره پرداختنی، حقوق پرداختنی. اینا هم زیر مجموعه هم حسابهای پرداختنی. سایر حسابهای پرداختنی.
حقوق مالکانه یا همون سرمایه یا همون حقوق صاحبان سهام از این حساب‌ها تشکیل شده. سرمایه، برداشت، درآمد، هزینه. برداشت بنزی که کاری باشه ندید. درآمد، هزینه. گفتیم برداشت رو توضیح دادیم بهتون دیگه. سرمایه نشان دهنده ادعای مالک یا مالکی از دارایی‌های شرکت. برداشت شخصی است دیگه. تو کتاب تئوری میگه آقا باعث کاهش سرمایه است، ولی توی واقعیت ما میبریم تو حساب طلب و بدهی. یعنی که اگه مالک برای شرکت پولی خرج کنه، میشه بدهی شرکت به مالک، میره توی بدهی ها، سایر حسابای پرداختنی، جاری شرکا. اگه مالک برداشتی از حساب شرکت داشته باشه میشه سایر حسابهای دریافتنی، جاری شرکا، تفصیلی شخص. درآمدها رو داریم و هزینه ها. این دوتا هم زیر مجموعه‌ای از سرمایه است. شالوده این دوتا، خلاصه این دوتا رو از هم کم کنیم میشه سود میاد میره میشه سرمایه. بعد درآمد اینجا با توجه به اینکه حساب سرمایه دارای مانده عادی بستانکار هستش، بنابراین حسابای مرتبط با سرمایه اگر افزاینده باشن مثل درآمد عادیشون میشه بستانکار، اگر کاهنده باشه مثل برداشت و هزینه مانده عادیشون میشه بدهکار. راجع به این صحبت میکنیم بیشتر جلوتر. حسابداری دو طرفه. میگه در اکثر مؤسسات سیستم حسابداری دو طرف است. کل دنیا همه جا سیستم دو طرف است. و تأثیرات جدا هر مدل ثبت می‌کنیم. در نتیجه هر مدل حداقل دو تا حساب داره. مثل اینجا که ما رفتیم توی اکسل اینو حل کردیم، حداقل دو تا حساب درگیرن دیگه. اینجا یه دارایی رفته، یه دارایی اومده، اینجا یه دارایی کم شده، یه سرمایه هم کم شده یا هزینه بوده. حداقل دو تا حساب درگیرن. حساب تی میشه همین چیزی که اینجا بالا کشیدیم. این حساب تیه. این حساب تیه. خب این میشه تراز ما، حساب تی ما. دارایی ها کلا اینجا قرار میگیرن سمت بدهکار تی، بدهکار حساب، بدهی ها اینجا، سرمایه اینجا. پس بدهی و سرمایه مانده عادی بستانکار دارن، دارایی ها مانده عادی بدهکار دارن. این سمت حساب تی رو میگیم بدهکار، این سمت رو میگیم بستانکار. به خاطر همین بدهی ها و سرمایه این قرار میگن، دارایی ها این قرار. شکل حساباتی که اینجا نخوندید. برای مثال سرمایه گذاری مالک مبلغ 500,000 ریال حساب وجه نقد و حساب سرمایه افزایش میدهد. و یا خرید نقدی ملزومات وجود نقد و کاهش میده، ملزومات هم صحبتی که اونجا کردیم. حساباتی شکل حسابی که مبادلات را ثبت میکنیم حساب تی نام داره. خط عمودی حساب رو به دو بخش چپ و راست تقسیم میکنه. عنوان حساب بالای خط افقی نوشته میشه. سمت راست همون چیزی که جدول توی اکسل دیدیم، سمت راست اصطلاحاً بهش میگن بدهکار، سمت چپ رو اصطلاحاً بهش میگن بستانکار. پس آقای عباسی مبلغ 600,000 ریال وجه نقد در شرکت خودش سرمایه گذاری کرد. در این حالت دارایی ها و سرمایه هر دو به میزان 600,000 ریال افزایش پیدا میکنند. اینه که 10 بار از اول تا الان صحبت کردیم دیگه. یارو پول آورده، شرکت تأسیس کرده، پول نقد آورده. خب دارایی اضافه میشه از پول نقد، یعنی بانکش اضافه میشه، وجه نقدش اضافه میشه، از اون برام سرمایه‌اش اضافه میشه. حساب دو طرفه، حساب تی، بدهکار، بستانکار، چیزی که صحبت کردیم. کلیه حسابای دارایی. این کاهش اصلا کار نداشته باشید. اینطور با هم ترکیب کنید، اینجوری گیج میشه. آقا این ور افزاینده دارایی، این ور افزاینده بدهی و سرمایه است. تمام. پس برعکسش میشه کاهنده دیگه. کاهندهش اصلا بهش فکر نکنید. فقط به افزایشش فکر کنید. میگه آقا کل دارایی ها سمت راست، سمت بدهکار، مانده عادیشون اینجوریه و افزایندهش این وره. کل حسابای بدهی و سرمایه افزایندهش این وره، سمت چپشه. سمت چپ اضافهش میکنه. پس برعکسش میشه کاهشش. تمام. اینا رو باید تمرین کنید. هی باید تمرین کنید. مخصوصا بچه‌هایی که از رشته‌های دیگه وارد رشته حسابداری میشن، اینا رو باید بارهای بار مرور کنن. هزاران بار، 100 بار، 200 بار این رویدادها رو هی برای خودشون بسازن، هی برای خودشون سند بزنن، هی بسازن، هی سند بزنن. این چیزیه که ما 6 سال درسشو خوندیم دیگه. اینجوری نیست که طرف بیاد یه دوره ببینه همه رو یاد بگیره. نمیشه. حجم زیاده، داستان زیاده، تجزیه تحلیل سخت میشه براشون. پس نیاز به تکرار دارن. تکرار خیلی 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 زیاد مهمه. خب تا اینجا اومدیم، تا حساب تی اومدیم، یه استراحت کوچولو دوباره برمیگردیم. شارژ هم نداریم، بزنیم توی شارژ.